سرژانت سعیدعمران تبورов با اتهام قتل همخدمتش به 14 سال زندان محکوم شده است. آدمدزدی امنیتی‌های تاجیک در مسکو ادامه دارد. سه خادم پلیس در ناحیه فرخار با اتهام لط و کوب شدید یک شهروند بازداشت شده اند. بینای فروشگاه مرکزی دوشنبه معروف به ЦУМ تخریب خواهد شد. دیروز 19 ایول یک عسکری تاجیک سرژانت سعیدعمران تبورов با اتهام قتل همخدمتش بختیار قربانمدov به 14 سال زندان محکوم شده است. بختیار قربانمدov همگی بعد 5 روز جلب شدنش به خدمت حربی در نتیجه لط و کوب شدید و بی‌رحمانه به هلاکت می‌رسد و جسد او به والدینش سپرده می‌شود. طبق خلاصه دادگاه حادثه 14 اپریل سال جاری رخ داده است. سرژانت سعیدعمران تبورов شبانه هنگام خدمت در قسم نظامی به طرف دل بختیار قربانمدov ضربه زده است و او تاب نآورده به زمین افتاده بعداً جان داده است. پیوندان بختیار قربانمدov بعد دیدن اثر لط و کوب در جسد به مقامات تفتیشاتی و رسانه‌ها شکایت کرده بودند، ولی مسئولان قسم نظامی این را تهمت خوانده اصرار ورزیده بودند که بختیار قربانمدov نه در نتیجه لط و کوب بلکه در نتیجه سکته دل فوتیده است. اما دادستان گارنیزون حربی شهر کولاب فیروز رجبزاده به رادیوی آزادی گفته است که تفتیشات معین کرده است بختیار پیش از جلب شدنش به خدمت حربی یگان بار از بیماری قلبی شکایت نکرده بوده است. از طرف کمیسیون طبی کمیسیون دولتی شهر کولاب کنترل تامین تقاعد کولاب به یگان کمبودی حکومت بختیار به خدمت حربی دعوت شده است. در دوره همین حکومت شهر کولاب یگان بار حتی با بیمارخانه مراجعه نکرده. یگان بیماری دل وی تاثیر نیافت. از روی نقل پدر بختیار قاتل پسرش سرژانت سعیدعمران تبورov فرزند یکی از منصبداران بلندپایه مقامات انتظامی تاجیکستان بوده است. من نمیدونم بچه подполковник ملیسا بود. подполковник ملیسا начальник ГАИ کدوم رایون یا اونجا پدر همی کمسامولو بود یک جای начальник ГАИ подполковник звание داره. یک اکای دیگرش در کم عدل یامو دوشنبه دا بوم فتیش کار میکرد است. ای کارکنی ملیسا بود زمانی podполковник خیلی قاتل خیلی ما یکم بار میبینیم چوی خیلی نمیدونم. فرزندی کارکنی چشم دولت حساب میخوره، محافظتچی خلق حساب میخوره. فرزندش که آدم کش باشه خیلی دیگه چی؟ یک تاجیک مقیم مسکو به پیامنت نوشته است که سال گذشته از مسجد تاریخی مسکو نوکوزنتسکایا قصاب دکان نزد مسجد فاضلوف خورشیددین باباجانویچ سال تولدش 15 ژانویه 1977 را کارمندان مقامات انتظامی روسیه با خود گرفته برده به او اتهام شرکت در حرکت اسلامی ازبکستان را تحمیل نموده علیهش پرونده جنایی باز میکنند. طول یک سال خورشیددین فاضلوف 5 مرتبه سود می شود و جرم او را دادگاه نمیتواند ثابت نماید و بالاخره در آخرین سود که 15 ایول سال جاری در سود عالی میگذرد آزاد می شود. اما بعد سود خورشید فاضلوف غیب میزند. دوستانش نه در سیزا و نه در روی خط فرودگاه او را پیدا کرده نمیتوانند. وکیل دفاع خورشیددین رازا مگومدووا به پیامنت از قضیه چگونه گم شدن موکلش اظهار بخبری کرد، اما گفت که سود اروپایی قرار استرداد نشدن خورشیددین فاضلوف به تاجیکستان را برآورده بود. طبق اطلاع شاهدان کارمندان امنیتی تاجیکستان خورشیددین فاضلوف را ربوده به تاجیکستان استرداد نمودند. همین طور به نزدیکی 2 نفر زادگان ناحیه اسفره که از پیروان گروه 24 گفته می شوند بعد از بازداشتگاه آزاد شدنشان آنها را زوراً به ماشین‌های رقمشان به کاغذ پیچانیده شده انداخته بردند و تا به حال از آنها نیز درکی نبوده است. از روی گفت شاهدان با گمان غالب آنها را نیز مقامات امنیتی تاجیکستان ربوده است. در ناحیه فرخار تاجیکستان 3 خادم پلیس این ناحیه مورد بازداشت قرار گرفتند که گفته می شود در لط و کوب یک شهروند 37 ساله به نام پرویز حبیبوف متهم می گردند. این 3 مأمور بازداشت شده پلیس ساکن ناحیه فرخار پرویز سلیموف را که در پی یک ماجرای عائلوی پس از عرض زوجه‌اش بازداشت گشته به اداره پلیس آورده شده بود شدیداً لط و کوب می کنند و در نتیجه 2 قبرغه وی شکسته مدت‌ها در بیمارستان طبابت می گیرد. این حادثه 4 ماه پیش رخ داده است، اما مأموران پلیس به قریبی مورد بازداشت قرار گرفتند. مجرمان در پی شکایت جبردیده بازداشت شدند و سردار این پلیسان سهراب سلیموف به رسانه‌ها به تأسف گفته است
که این 3 نفر با کردار خود آبروی پلیس منطقه را رساندند و حتما مجازات خواهند شد. در همین حال گفته می شود که در 6 ماه سال جاری از جانب خادمان ریاست امور داخلی ختلان 188 حالت نقض قانون یا خود ویران کردن و بیرون رفتن از نظامنامه فعالیت پلیس به قید آمده است. جمشید احمدزاده رئیس کمیته معماری و ساختمان تاجیکستان گفته است بینای فروشگاه مرکزی دوشنبه معروف به ЦУМ تخریب خواهد شد. حاضر لایحه انگاری از نوسازی تهیه کرده شده است. طبق نقشه مفصلی تعرضی محل که کوچه فاتح نیازی، کوچه شیراز، کوچه شاه تیمور و رودکی را در نظر دارد، در آینده به جای بینای فروشگاه مرکزی بینای بلندشانه بسیار فونکسیونالی به نظر گرفته شده است. اما تخریب این بنا از قبل طرح‌ریزی شده بود و قدم به قدم پیش می رفت. زمانی که این بنا از سهامانش زورن گرفته شد و بعداً گویا به دستگاه اجرایی رئیس جمهور، اما در اصل به دختر رئیس جمهور آزاده رحمان داده شد. ما پیش بینی کرده بودیم که این بنا تخریب شده، جایش بینای بلندشانه زمانوی ساخته خواهد شد که به کیسه بیتگ اویله چند میلیون دیگر ضم نماید. اینک این پیش بینی ما تصدیق شد و به زودی اینجا گران ارزشترین بینای تاجیکستان قامت راست خواهد کرد که مالکش آزاده رحمان است.